خب بریم ببینیم که در دنیای فارکرای چه خبره. طبق معمول صدای تیراندازی از اطراف میاد. بریم چیکار کردیم. یه تابه رو رفتیم گرفتیم، یه پاکسازی انجام دادیم، اما بیشتر الان من دنبال مرحله جدیدم. الان اینجا کیا رو باید بریم؟ کدوم مرحله رو باید بریم؟ اینجا که هیچی نداریم، اینجا که گرفته شده. عجب. ایناش اینجا باید خب یه دونه جای نزدیک پیدا کنیم. فعلا به اینجا. میدونید که وسط بازی در واقع ما یه فلرگان گرفتیم. چه خبر از اسلحه جدید؟ به چه دردی میخوره فلرگان؟ نمیدونم. اسلحه جدید چطور؟ خبری نیست. No scripted loot. Update the world map with the location of loot chest. ما با اینا میتونیم بیایم و روی نقش جای مختلف رو باز بکنیم و آیتم های مختلف رو پیدا بکنیم که الان فعلا زیاد تو مودش نیستم. بریم فعلا ببینیم دنیا دسته که یه سرنج جون بخریم، آرمور هم یه دونه بگیریم. اوکی. چه خبری بیرون باز دوباره؟ تر چی شده؟ من جای دیگه یا نمیبینم که باید بریم برای میشن. مأموریت جدیدی من اینجا نمیبینم، پس میمونه همین بیهادرا undertake کمپ میشن. خب وسیله نقلیه لطفا. به چه موسیقی. خیلی باید مراقب باشی اینا رو زیر نکنیم. خب رادیو در راجب سوال صحبت میکنه. سوال یادم میشه که از اون کاراکتری بازی بود که ما در کنارش یه سری مأموریت رو باید بریم. اینجا کجاست؟ ماشینم چه خوبی پارک کرده. این محیط قشنگی داره این بازی.
یه جوری محیط بازیش منو به یاد بازی زیبای رد ردمپشن 2 میندازه. خب چه خبر اینجا؟ آجی متاسفانه قربانیانشون رو آتیش میزنن. راجبت پدرش داره صحبت میکنی که به همین تو هم مراسم این تیپی سوزونده شده. Murdered? Oh wait, what happened? All I know is that he was killed in his house east of Banapur. It's still there. Maybe you could go there and find out more about him. Just be careful. That area belongs to Noah now. I have to go. خب اینجا ما متوجه شدیم که پدرش انگار به قتل رسیدیم توی خونه‌اش. یعنی این صحبتی که بهادرا کرد راجع به پدر آجی. یه سری لوتینگ انجام بدیم. آبی رنگ توی نقشه چیه؟ کجا رو نشون میده؟ میتونیم پیداش کنیم بگیریمش. نمیدونم چی. I've been thinking about my image on the world stage, and I think what I lack is a celebrity endorsement. You know, a visit from a Dennis Rodman type. Perhaps I could get Beckham to bring the Galaxy over for a game against my best 11. A bit cliche now, I suppose. Ooh, a pop star. If the dictator of Turkmenistan can get J-Lo to sing him happy birthday, then who's to say I can't get my fading star of yesteryear? We'll see how much Kanye is going for. Do you follow him on Twitter? It is gold. Oh, I would love to shoot the breeze with that young man. خب صحبتی بود که پگامین داشت میکرد. حالا چجوری آجی رو داره توی دوا 20 میشه و باش ارتباط برقرار میکنه. هی تایی دلش رو خالی میکنه. خب بریم به سمت روی نقشه ببینیم کجا رو گفت. اینجا. ببینیم دختر اینجا رو عنوان کرد که پدرشون کشته شده. آقای آجی راست دروغش با خودش داره. میریم بفهمیم. اسم این بسیلیک داریم استفاده میکنیم. چیه؟ خیلی خوبه. هلیکوپتر کوچک اسمشو بذاریم. اسمش چی بذاریم نمیدونم ولی خیلی آن میده سواری. پوشن بمباران هوایی شروع شد. I wonder if that's fooling anyone in the law enforcement community abroad. I mean, Diplo is using the same trucks. خب اینجا نمیشه بریم پایین. اینجوری نمیشه. اوه. I'm going to vivisect you. That's what you
بیا عزیزم. ولی مردم بیچاره کشته شدن دوباره، نتونستیم نجاتشون بدیم. خب لوت بگمون هم پره، باید بریم خالیش کنیم. پرواز. سر رامون کاری داریم انجام بدیم؟ چیزی هست؟ آره دیگه، میخواین اوتپوست هم بگیریم وسط راه بعد بریم. اطراف پارک کنیم، مینی هلیکوپترمون رو بریم تو کارش. به به، درخت خوشگل رنگی رنگی. خوبه بیباییم. کنم فیل سواری رو آزاد کردم توش، اسکیلشو گرفتم. بله خوبه. اینم بذاریم رو نارنجک. به چقدر دلنشین بود. آقا فیل دست درد نکنه. خب ما حال بریم، این نمیذاره ما درست حسابی لوت کنیم. پولمون خرج کنیم. مسیلا رو نگاه کن. اوف چقدر زیاد شد. خب کویکسل مرسی، همه رو دادیم رفت، خدا رو شکر. بیم چه ببینیم روی مپ چیا رو میتونیم بخریم. جای چیزای مختلف رو داره به ما میگه، روی نقشه آزاد میکنه. بگیریم دیگه، فلوس موجود. کم کم این پولمون داره تمام میشه. خب دیگه هست، اینم بگیریم دیگه. خب این بارم پر کنیم. عجب بزنی بود با فیله. خب بود البته. اذیت نکن. My life is for my country too.
اصلا نتونستن یه زنگ بزنن اینقدر سریع. قشنگ این بازی همینه، میتونی از فیل استفاده کنی، از همه ابزارالات و آرزم خدمتت با استراتژی مختلف، میتونی 1000 تا کار بکنی تو این بازی. خب یه سری ساب میشن داریم، بریم یا نریم؟ به نظر من نمیارزه، بریم سراغ همون جای اصلی که میخواستیم بریم. خب هلیکوپترمون هست سر جاش رفت؟ نه هستش. بتونیم کامینه رو بزنیم یه ریوارد خوبی میگیریم. الان نزدیکشیم. آها دیدمش. Enemies up there. Oh my god. خراب کردن است. کجا رفتن؟ عالی. بیکار نمیمونی تو فارکرای. مرحله داره، هم لوتینگ داره، 1000 تا چیز داره. حالا شکار که دیگه جای خودش. خواستیم بریم یه کاری انجام بدیم، کلن از اون کارم افتادیم. دختری یه کرمی تو ما انداخت، بابا تو کشتن. حتی میخوام ریپیرش کنم. چجوری رو ریپیر کردن؟ آها چقدر دیگه مونده؟ خیلی دور. اینجا کجاست داره میری؟
کم داریم این توی این کوهستان برفی. اونجا هم گرفتیم دیگه، درسته؟ اون برجی که داشت چشمک میزد کجا بود؟ برج مخابراتیش رو گرفتیم. که اشتباه نکنم آره اونجا رو گرفتیم. بیل تاور رو گرفتیم، میرزه نزدیک همینجاست. چه مجسمه بزرگیه، واو. چه خفنی. کنجر فرانسون با هم هلیکوپتر بیایم. گال هومستید. اینجا باید خونه پدر آجی باشه. چی با صفایی؟ Welcome to the Guru, where the great prophet Yogi will guide you to. خب ببینیم اینجا چه خبره. Wait, what? Empower like empower. But that's an archaic term. It still means disavow. What, like flammable and inflammable? Oh shit. Oh! او دوتا کاراکتر جدید. اینا کیه؟ Om Shiva, Om Shiva, Om Shiva, Om Shiva, Om Shiva. Welcome, my brother. You've come to a place of peace, where the demons of modern life cannot reach you. میگه شما You توی are یک safe here. جای خیلی امن که هیچ شیطانی بهش نمیتونه نفوذ کنه. ولی اینا کیه؟ My friend, Om Yogi. Shiva, Om Shiva, comes from afar, seeking answers. دنبال Give him those answers. For a nominal fee, Right? Nothing in life is free. I'm sensing. we are sensing. We are sensing. You want to know who we are? Right. قطعا نمیتونیم. میخوام بدونیم شما کی هستی. ریچی یوگی. You این شناختتش که you're the son کیه. of the legend. بله. I see a world of danger and a mother with a blackened heart. Hey, J. Gale! Welcome to Guru Ashram. What are you doing here? This is my parents' house. Why don't you guys get out? میگه خود ننه بابا میشون رو چیکار میکنید؟ You ask him. Hey, I'm right here. Oh, he's right here. Good for him. He knows where he is. Okay, welcome. Come in. Yeah, after all, two casse. We'll clean up. We'll be out momentarily. But first, let's have a little peace pipe. Where we hash out the details. You're into this sort of thing, right? You know, I some- think I'm okay. آفرین. So what are you guys doing here anyway? خب شما اینجا چیکار میکنی؟ AJ, we represent the interests of a certain power broker. Right, she'd like to press the flesh, as it were. A little meet and greet. You being the meat. Well, we tried the carrot. Guess he wants to stick then. Hey, آخ 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 آخر کار خودشون کرد. آخر کار خودشون کرد. خدا رحم کن. بهش مواد تزریقی اولش گفت پایپ بکش. پایپ که هیچی. They do say winners don't do drugs.
بعد بهش دارو دادن، حالا خلق رحم کنین کجا میبرنش. بله اینجا کجاست؟ تناب چرا بهش وصله؟ People of Kirat, who do you cheer for? The brave elephants? Or the fierce tigers? Or do you cheer for the terrorists? Son of the terrorist Mohad Gale, fugitive of the Golden Path, پسر تروریست مهانگاله. innocent men, women and children of Kirat. He abandoned his people to live in the decadence of America. But he returns in chains to face judgment. Your judgment, people of Kirat. AJ Gale! AJ Gale. ولی اینجوری که مشخص شد انگار که دست پدر This is the moment of truth. Look to your feet when you hit the arena. There'll be a blade hidden in the sand. If you do not survive, there's no hope for you or I. اونجا یه چیز دیگه گفتی، یعنی چیز دیگه داری میگی؟ Welcome to Shanath Arena! Let the betting... خودش یه دونه شمشیر اون پایین ورش دار تا خودت محافظت کنی. خب شمشیر که برای تیکه چاقو رو برداشتیم اول پدرش رو خب ما چیکار کنیم؟ یا اول اینو چی؟ یا اول چه خبره اینجا؟ اوه مای گاد. که خودتو اثبات کنی، ولی چه اثباتی؟ به کی اثبات کنی؟ کی میزنه منو؟ دهنت سرویس. از کجا داری میزنی؟ خب ای بابا شاتگان بهتر باشه اینجا. چه خریه اوه باز این آتیشی اومده. اینم واسه تو، اینم واسه تو.
اوه وای 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 اینم از این اینم از این همه دارن اسم من صدا میکنن جی جی کسی میبینید شما؟ نه خیلی داستان تمامی نداره یا اول عجب باحال بود، چه سخت بود، ولی یه روز نفهمیدم چی شد. خب اونو که ما رو بیهوش کردن انداختن توی یه سیاه‌چاله‌ای که مجبور کردم مثل گلادیاتور رو بجنگی. اون خانم اولش گفتش که شما خیلی نمیدونم پدر ایشون دستش به خونه خیلی آلوده است، ولی بعدش یه چیز دیگه گفت و به کمک کرد به ما. Wait here. Just listen, please. Paul has my family. Until I know they're safe, I'm trapped here doing whatever Pagan wants me to do. What does this have to do with me? The Golden Path wants Paul dead. I need my family safe. We can help each other. خب منتظر پول که نمیدونم کی خانواده اینو در واقع به اسارت گرفته. Oh, and AJ. Take it easy on Reggie and Yogi. They're being played, just like you and I. میگه به اون دوتا هم سخت نگیر. گفت من مثل ما داره بازی میکنیم. اون دوتا کی بیهوشش کردن. حالا ما فقط بریم پول رو بفهمیم کیه تا خانواده این از دست پول رهایی بدیم. خب همه از ما تعریف میکنن اینجا.
You're not so like a hero and acting, or die like a coward. Different types of challenge await you. Battle in a weapon challenge. Rise amongst the legendary champion and earn great rewards. خب این آرنا رو میتونیم شرکت بکنیم. تایپی مختلف داره و هر کدوم هم امتیازهای مختلف که به وسیله میتونیم جایزهای خوبی بگیریم انگار. ولی واقعیتش خیلی استرسفول بود و فعلا نه. بخوایم بریم تو با این خانم باید صحبت بکنیم و بریم داخل، ولی فعلا نداداش. خب پسر موهان آجای گالی. خب اینم از امروزمون. کجا هستیم؟ اینجاییم. اومدیم اینجا ولی اومدیم بعد اینجا. خب مأموریت چی آزاد کرد؟ همون یوگی اینا هستن. پول کجاست؟ این کیه؟ آها آمیتا اومده اینجا. یه میشن اینجا از آمیتا داریم. خب باشه، خوش گذشت. ایشالا تا ضبط بعدی این بیچاره هم که میمیرن هم میندازه پایین. عجب چه خشن. خیلی خوب، خوشحال شدیم. فعلا